ساختمان خط آبگذر در دهه درنچی واسه که باعث خراب شدن راهها شده است، ساکنان را ناراضی کرده است. راه را برای آن کندند که باید به ده خط آب آشامیدنی بیارند. ساکنان دهه درنچی میگویند آنها به آب احتیاج نداشته‌اند. ما همی آبی که گذراندیم ما یگان مایده ای روزی هم نیستیم. خطی ما مسئولیت هم نکردن. یگان با نفسی هم یگان چی نفهموندن که ما همچه چکو میکنیم. همه خیلی کندن راه را جزیر کردن. ما خدا را شکر آب داریم. برای من یگان جای بی‌آبی را آب بزگرانند. ما چی در کار آبی بود؟ ساکنان دهه به مقامات ناحیه و جماعت شکایت برده‌اند. از مقامات طلب کردند که راه‌های ولنگار شده برقرار شود. تاکنون به عرضشان پاسخ نگرفته‌اند. ساکنان حرکت در این راه‌ها را برای خود خطرناک می‌دانند. با بگای گذشته نمیتونن میرن درانی چکری میزنن همون دوره کدگی شونده ماشینو گمونا نمیگیرن ماشین اومد کامیرا دوریم اینا ماشین اومد درانی خود زد و سری چند ماشینی دیگر رفتیم گمونا نگرفت که ماشین ببرورن و سری کران رفته کران چی گفته ما پشوندمش دیگه و سوش کاری خطونه. در دهه درنچی حدود 300 خانواده زندگی میکند. بعضی از راه‌های آن منفرش و برخی دیگر سنگفرش شده است. سال پیش هم با 35,000 سومانی راه‌های ویران را سنگفرش کرده اند. عبدولی دولتوف معیوب گروه یکم است. حالا با عروبچه معیوبیش نمیتواند در راه‌های ده گشت و گذار کند. شهرنامه امیو رئیس جماعت زنگ دادم گفت که انا در شهرنامه‌اش همین ای که و گجای را که خیلی بود اسوار بود اسوار میکنیم سنگ بود سنگ میکنیم بتون بکنیم بتون نکی انا باگابشون نیست نمیره راه روزی میگیم که سنگ باید بریزن چیکار. خط آب در دهه درنچی بر اساس کمک گرانتی کشیده می شود. هاشم خوجایف رئیس جماعت خدایا رجبوف گفت این مشکل روزهای نزدیک حل می شود. ساکنان درنچی با چنین وعده ها باور ندارند. میخوام اودن چه تسکاج داره میخوام او اومدیسته آیا جدا کنن که او نبوشه جدا بکشن ببرن امین خوش میکنیم شما که امین وکیل همه را پیرود میکرد میپرسید که ما هم خیر او شما دا ببرورم یا نه. ساکنان درنچی میگویند تا دستگاه رئیس جمهور شکایت برده‌اند. قرار است ارزشان را هم به رئیس تازه تعیین وصی رسانند. آنها خواهش دارند که راه‌های کنده شده دوباره برقرار و گذرانیدن آب قطع کرده شود. آبی که در بیشتر دهه‌ها برای آوردنش سالها انتظار می‌شوند ولی ساکنان درنچی میگویند به آن احتیاج ندارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه وصی.